امیرالمومنین علیه السلام فرمود عرفت الله به فسخ العزائم. من از همینجا فهمیدم اینا کارای من نیست. وقتی من یک کاری رو تصمیم میگیرم انجام بدم نمیشه، معلوم میشه اون موقعی هم که تصمیم میگیرم و میشه، اون موقع هم کار من نبوده. چه اون موقعی که شد چه اون موقعی که نشد کار خدا بوده. خدا خواست بشه، خدا هم خواست نشه. من یه وظیفه‌ای دارم و اون اینه و کیف لا اعظم و انت الامر. چگونه من تصمیم نگیرم در حالی که تو که خدای من هستی از من خواستی تو تصمیم خودتو بگیر. چی کار داری به این که میشه یا نمیشه؟ اونی که دست منه این است که من بخوام. خدا از من خواسته تو اینو بخوا، دیگه میخواد بشه میخواد نشه به تو چه؟ تمام اتفاقاتی که تو این عالم داره رخ میده فعل الله، گرچه مستند به من و توه. من میگم من کردم، تو میگی من کردم، ما بودیم، ما این کارو کردیم، ما رفتیم، ما اومدیم، ما نیتشو کردیم و الا مالک هیچ چی دیگه نیستیم. نه مالک نمازمونیم، نه مالک روزمونیم، نه مالک حجمونیم، نه مالک اعمال صالحیم، نه مالک اعمال ناصالحیم. هیچ کدومش ما مالکش نیستیم. نیتش کار ماست. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا. ما مالک فقط خواستن و نیت کردن و دعا هستیم. خدای متعال میفهمد تو خوب بخواه، سرنوشت تو در گرو همین خوب خواستناته. اما این خوبی که خواستی میشه یا نمیشه به تو ربطی نداره. تو به وظیفه خودت عمل کن که وظیفه بندگی و عبودیت. منم به وظیفه خودم عمل میکنم که خدا هستم که وظیفه خدایی و الوهیته. به پیغمبرش میفرماید ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. اون موقعی که تو تیر انداختی تو تیر نینداختی، خدا تیر انداخت. یعنی فعل تو نیست، فعل خداست، فعل الله. یعنی موحد باش. یعنی هر اتفاقی که تو این عالم میافته کار خداست. هر موقع به این حقیقت رسیدی شما موحد شدی.